سرک جدید مقبول که هیچ کمی و کاسی من نمیبینم. سید خوشحال خان هم همین دقیقه شاروالیش خب 24 ساعت کار کرده میرن پیشتر هم آمده بود، یعنی هر روز میان همی پیاده روا را جارو میکنن و گلدانه را پاک میکنن. ما از این 13 دکان تعهد گرفتیم که پیاده رو بند نمیکنی، بینظمی نمیکنی، مبلین و تیل و چیزها را در پیاده رو چرب نمیکنی. یک سرک است که در بسته کابل نام دارد. گلدانهایش مکمل، چیزایش منظم جور شده، وسط اروپا جور شده دیگه. دلار چی کنیم خواهد نرخ ارزان شد و می مواد خوراکی حالا یک خروار چوب چند است 80 به نام خداوند بخشاینده و نهایت با رحم. وطندارای عزیز، سلام، وقتتان بخیر. انشالله که جور باشید، صحتمند باشید و از هر لحظه زندگی لذت ببرید. امروز در منطقه خوشحال خان آمدیم، در چهارراهی سپین کلای. این هم چهارراهی سپین کلای نامیده میشه. یک منطقه پاک، منظم و یک سرک جدید مقبول که هیچ کمی و کاسی من نمیبینم. پالوی ما میبینه که موتر پلیس ترافیک است و پلیس ترافیک همیشه در خدمت مردم، شب روز کوشش میکنه، زحمت میکشه به خاطر مردم خود، به خاطر ملت خود. این سرک سابقا خیلی خراب بود، خیلی ویران بود، خیلی مشکلات و بدبختی را مردم سپری کرد، ولی خوشبختانه که امروز شاهد جور کردن سرک هستند و مقبولی و زیبایی سرک بیشتر شده. سرک ساخته شده، خط اندازی هم شده، گلدان، پیاده رو، بایسکل رو، جوی، همه چیزها به گفته یگان تا به سیستم برابر است و نصب اشارات ترافیکی هم است. بالا شما ببینید که نصب اشارات ترافیکی، در کنارش پلیس ترافیک هم در خدمت مردم زحمت میکشه و کوشش میکنه که مردم راضی باشه. انشالله که یک برنامه خوبتر، مزارتر داشته باشیم و همراه هموطنای ما صحبت کنیم، نظرشون داشته باشیم درباره جور کردن سرک جدید، زیبایی منطقه، مقبولی منطقه و مردم میگه که اینجا پولدارا زندگی میکنه. این گپ واقعیت است، دروغ است، راست است، چه رقم است؟ تعمیرها را که میبینیم، بلند منزلا را که میبینیم، خدا خدا واقعیت زیاد است. منطقه خوبتر معلوم میشه، منطقه پولدارتر معلوم میشه. این که نظر مردم چی است، کسایی که در منطقه زندگی میکنه، از اونا نظرشون داشته باشیم و گفتنشون به تصویر بکشیم. از شما هم تقاضا میکنیم که تا آخرین دقیق ما را بیننده باشی و این که در برنامه با چه کسان روبرو میشیم و چی گپ سخن روبرو میشیم بیننده باشیم. وطندارای عزیز، بازم خوش آمدید میگم شما را. سرک که مدت کم میشه جور شده و یک سرک بسیار زیبا، مقبول، دیزنی، واقعیت که نظیر نداره و در هر قسمتی سرک ما گشت و گذار بکنیم لذت میبریم. سلام علیکم. صبح بگیم یا چاش بگیم؟ چاشتان بخیر. خوب است ان شاء الله. خوب است، جور بخیر. بخیر است. خوب است. شکر است. شما خوب هستی؟ بخیر سلامت. معرفی از شما داشته باشیم. اسم شما؟ ما اسمم شفیع الله. خب مسئول زرنج هستید؟ مسئول زرنج هستم. بسیار خوب.
چطور است بازار میشه؟ والا با شکر است. این منطقه میگه منطقه پیسه دار است. اما مردم میگه مردم پیسه دار هستن خود دل ندارن. پیسه دار است. پیسه دار هستن. همین میگه دل که غریب داره خوب پیسه دارایت نداره. پیسه دار نداره. بالکل. پیسه دار. منطقه نام خدا چقدر مقبول شده؟ والا این منطقه را جور کردن نگذره. کم تم جور یک کردن. سر جور کرده یا خوب صحیح جور کرده؟ والا صحیح جور کردن. مثلا سرکش که مثال میکنی کوچه رو میبینی که باش خوب صحیح جور کرده. صحیح جور کردن. چی کمبودی دایی؟ مردم نظافت نمیکنن. نظافت مرات نمیکنن. نه مردم. گم اشغال میندازن. میبینی سرکار من جوری کردن گاردو. خراب میکنه. یک ذره مثلا نظافت کنن مردم. بعدم خوشگل میشه مثلا خوب میشه. که جور کنن مردم نظافت کنن. یعنی این مردم خوب مردم است یا این منطقه؟ خوب است مردمش خوب است. مردمش خوب است مگم نظافت مراد نمیکنه. در حساب سرک چطور است؟ سرکان نام خدا بسیار مقبول شده. سرک ماشاءالله خیلی الف سرک مرابندی نداره مثلا سرک دیگر بالا کجایی سرک میکشن برچی. خب یک سرک بالا هم کشیده این سرک هم میکشه. این سرک هم برچی میکشه که دیگر سرک بلاکا برش میگه اینجا کشیده برچی. نام خدا سرکش ماشاءالله خوب است. منطقه خوشحالخان دگام مقبول شده. آجی جا سرک پیشاوزه که از این سرک میکشه برچی. مستقیم رو میکشه. او رو میکشه 6 تا 4 تا که 5 تا سرک میکشه برچی. 5 تا سرک بس شمال به غرب میکشه. آره این سرک کدام که واسه بی سرک واسه شده یا ماش میکشه برچی. مکمل میکشه. این سرکمون تقریبا تا پیشتر که میریم کشیده سرک. کار شروع کار میکنه. در این سرک که فعلا جور شده سعی کنم خدا سرک جور شده خط اندازی هم شده پیاده رو گروپاش مانده دیگه ما کارش شده یک گروپش مونده همه گروپاش مانده است که میره باشه مثلا برق وصل کنن که اشاو روشنی داشت پای هاش وست نصب شده پایش همه گروپاش وصل کردن سر باش وصل نکردن بس توکل به خدا ببین توکل به خدا کاربارت میشه نمیشه والله بس میشه دیگه سو اومده بنود اسلام نکردی اینجا شفته قد نیست روز شیم است چه رقم نمیدونم والله کسوب اومده اسلام اما چند وقت میده و مردم پیسه ندارن که کس چوب بخره چیز بخره چوب قیمت از غول قیمت از این منطقه چطور مردم چوب غول نمیخرن ولا نمیخرن پیسه اصلا خب میخرن دو سه میخرن خودشان خروار مثلا 40 در کراچی میبرن در کراچی میبرن کار ما مثلا تو خواندش نیست توکل به خدا که مشکلات حل شود بس خیر ببینید بخیر باش سلامت باشی استاد کاربار خودت چطور است خوب باشه میشه یک چیز روز 200 میشه چند 200 صرف از یاد پیسه شما هم شکر میکنید شکر نمیکنم ها چی کنیم که بیکار باشیم بیکار باشیم 100 روپیه پیدا نمیکنیم پیسه میده هیچ کس نمیده نه تو از این منطقه خوب زندگی کنی کاربار چه زندگی هم اینجا نه زندگی دیوان بگیسته نزدیک از دیوان میگم سرک تان جور میشه بده جور میشه شکر چرا کمش کن شکر از جور میشه ما گفتم خیمی خیلی کمش کن نه شکر از جور میشه شکر جور میشه در کارتون خیر و برکت خیر ببینید این وطندارای ما که میبینه که پیام میتونیم داشته باشیم با هم یک پیشنهاد خوب دارن که مثلا مراد کنن همه چیزا کاربار کلی خوب شو نظافت مراد کنن نظافت نمیکنن نمیکنن زیادش نمیکنن علمی جنگلی بربر دلار که دست ما شما نیست دلار که دست ما شما نیست با ما شما چی دکاندارا کم مراد کنن غریبی زیاده کاربار نیست بیا توکل به خدا استاد خوب است ان شاء الله شکر چی هست بیادرم تلویزیون دوستداران کابل است جانا ها دلار قیمت شده خودت گفت دلار خوب قیمت شده دلار خوب قیمت شده میال یک گلن تیل انداختیم 3.5 روپیه چند شده چند روز پیش 63 روپیه 63 روپیه کارم نیست دلیل دایی رقم کار کی پوره میشه پوره نمیشه نه یک دم میگه که ترامپ 6 دلار بالا آی خدا بزنی ترامپ فهمیدی که 6 تا نشه خدا مردم افغانستان نمیگم سر کل دنیا میگم تا 3 ماه تا 90 روز ما والله اینجا خب باز تاثیراتش زیاد است دیگه مردم غریب از بیچاره است فهمیدی واسه توان دیگه دنیا خود خوب است دیگه مردم افغانستان خب خراب و ویران است دیگه چی روزگار داره ما شما خراب چطور است خود تاکسیوان است تاکسی میکنیم این منطقه یک ذره خوبتر جور شده منظم‌تر جور شده او خوب شده سرکای یک ذره خوب شده حالا میبینیم این منطقه روز به روز دیگه مقبول شده میره حالا سرک چی کنه مردم کار میخواد سرک ارزش داره خب دایی شرایط سابقات این منطقه که میگشتیم خیاتون میاد چند وقت قبل اینجا خب کلش گل لوش بوده بلای بود فقط اینی کوچه مک دیده بودم پخته بود کوچه پخته بود از مسابق دیگه کل سرکا خود نو جور شده یارو نو جور کرد این مردم سعی که آزاد گشته میتونن بسیار خوب شده که در حساب سرکا خوب شد خب منتها کار مردم خراب است کار مردم خراب است دلار بازار پایین دلار چی کنیم خب نرخ ارزان شوه می مواد خوراکی حالا یک خروار چوب چند است 8000 10000 خیر بره بخیر باشه
وطن خبره که باید راسته کنه وطندارای عزیز منطقه خوشحال خان هستیم همگی با نامش با چهرهش آشنا است و امروز خواستیم که باز هممون خاطراتتان دوباره تازه شود. کسایی که در منطقه خوشحال خان بود و باش کردن زندگی کردن و بیشترشون حالا هم هستن در این منطقه حال خوبتر شده. پیاده رو هم میبینین پیاده رو بایسکل رو گلدان سرک خطرناکی سرک جوی فکر نکنم چیز کمی باشه. پایه های برق هم نصب از برق هم نصب گروپ هایش هم میگم برسان ولی فقط همون روشنیش مونده یا همون قسمتی که بسیار زیاد مهم است روشنی سرک است که باز هم باید هم روشن شود. اما تا پس یا نه میگه گروپ ها روشن نمیشه. بس ان شاء الله سلام برسه بخیر هستین صحتمند سلامت بخیر باشین فضل خدا بخیر باشی. این مردم خب میبینید یک سلام مردم خوبه در میخفا میشه میکنه. سلام عرض ادب به اول به شما بعد از او کسی که بیننده ما هستن خدا کنه جور صحتمند باشین دیگه بخیر باشین. اسم خدا رحمت الله باشین خوشحال خان رحمت الله زحمت الله که میگوشید دگام خوبتر میشه. رحمت جان باشنده خوشحال خان چطور از بازار کاروبار؟ والا خوب است دیگه بازار خو میبینید که وضعیتشون هم دلار خو در بالا شدن است. دلار داسمان میگه خراب کردن این 85 روپیه شدن. آله؟ آها. او پدر اگه دلار داریم پیدا کنیم که فایده میکنیم. از کجا شوه؟ یگان تو شاید داشته باشه یگان. روشه و کنار زیر بالش تو داخل بالش یگان جایا. والا شاید امکانش است. این منطقه خوشحال خان روز به روز مقبول شده میره. تو یک گپ است والا او گپ خوب است روز روز در ترقی کرده میدن. خو اگه این خداوند از اول خو بسیار زیاد خواهش میکنم از امارات اسلامی که بر مردم بسیار یک زحمت میکشن. اگه دیده باشین اون طرف هم تصویر گرفته باشین سایه سرک هستن. دیوان میگی سرک. این طرفا درگر سرک ها شروع شدن و کار کرده میدن زحمت میکشن. دیگه سایه خوشحال خان هم همین رقم شاروالیش خو 24 ساعت کار کرده میرن پیشتر هم آمده بود. یعنی هر روز میان همی پیاده روا را جارو میکنن و گلدانا را پاک میکنن زحمت میکشن. خدا خیرشان بدن. ما بیشتر گپ زدم اونجا میگم مردم این منطقه نظافت سوارات نمیکنه. این گپ راست است نیست. والا هست که رقم مردم است که آدم چی بگه که انگشت انتقاد است کی بگیرن. خو این وظیفه هر کسی است که اگر دکاندار است اگر خانوار است مثلا مسایی خودن باید پاک داشته باشن. تنها در شاروالی چیز نمیشن. اونا تا چی وقت زحمت بکشن؟ ما شما میگذاریم. خیر ببین ما شما اگر دست به دست نتین تنها شاروالی بیچاره به چی برسه؟ این منطقه از مسابق میگه خوشحال خان مردم پیسه دار است نیست. والا هستن دیگه بد نیست. خودش پیسه دار است نه خودشان گفتن. خوب است او بدرش پیسه داشته باشیم خوب است. سلامت نه از کجا شده ای پیسه کو خاموش شوخی میکنن. بازم شکر است. والله که ما باید دشمندار نشو. نه خدا نکنه. پیسه خوب است. واقعا اگه داشته باشیم و نداشته باشیم شکرگزار باید باشیم. کدام پیام کدام گفتنی به این مردم که در خوشحال خان زندگی میکنه کسایی که از خوشحال خان دخترشون خارج رفته. والا مثل بیادر که یادآوری کرد اول خوازی مردمی خواهش میکنیم که مرکز گرمی خودن استفاده میکنن باید فیلتراژ داشته باشن که آب و هوا بسیار آلوده شدن. دیگه نظافت خود بسیار توجه داشته باشن. دیگه کدام گپ خاص ندارم. بتوکل به خدا. بخیر باشین سلامت زنده باشین خیر ببینید. وطندارای عزیز تو دفتر خود انداختی چی کنیم؟ کالا هم زمستانی پتو هم کلا هم بیادر دیگه چی غم داری؟ خوب است انشالله؟ شکر الحمدلله بخیر است. باش کن نه باش خیر میشین ما اینو میشینیم. خوب است انشالله؟ قرار بخیر است عافیت است بخیر است. بخیر است انشالله؟ شکر بخیر باش. تو زندگی شب و روز زمستان هوای سرد گرم میگذره دیگه شکر فضل خداست. تیر میشه نه حال گرم است خوب است این روزا گرم شده. از کجای وردک هستی؟ چطور میفهمی که از وردک هستم؟ ما میفهمم دیگه از کجایش هستی؟ کدام سایش بلد هستی؟ نامش آقا شنیدیم زیاد از این قسمت دشت توپ که خلاص میشه دیگه این طرف السنگ است و دشت توپ است و سیدآباد و شیخ‌آباد و بیادر شنیز و ما اون طرف هستیم طرف جغتوستیم ما. جغتوست چی کاروبار میکنی؟
ده کاروبار فعلا بیکار هستم، کار خاص ندارم. آدم که بیکار باشه میگه زیاد مصرف میکنه. کابل متر است والا چطور کنیم کابل بیکاری است. اگه نه درسم خواندم، تعلیمم کردم دیگه، با مجاهدین هم خدمت کردیم، مجاهدم هستم دیگه. فعلا بیکار هستم دیگه، توکل به خدا، چیزی که خواست خدا باشه. شما را خدا میده. به شک سبحان الله، به شک میرسه. شکر الحمدلله، ناراض نیستم. من هر روز که ببینیم از یک طرف خدا میرسانه یک چیز. مهم نمی است که ما شما شب و روز ما بچنم. شکر الحمدلله، شکر الحمدلله، هزار بار شکر. در این منطقه زندگی میکنی؟ بله، در این منطقه اینجا پایین خانه ماست. خوشحال خان است. بله صحیح. خوشحال خان که زندگی میکنی پیسه دار هم هستی؟ پیسه دار دیگه چی رقم پیسه دار باشه؟ مردم میگه که پولدار نامش داخلش ما را خورده، بیرونش مردم ها. مردم که بشنوه که خوشحال خان اوه داخلش ما را خوردم، بیرون مردم ها دیگه. شما از کدام دوستداران کابل هستیم؟ چینل یوتیوب است دوستداران کابل. سعی است که باز از یادم نره یگان چیز نوشته کنم. نوشته که باز بکشی برنامه تا سعی کنی. خب بازی پروگرام شما چطور؟ باز پروگرام ما دیگه نشر که شد دیده میتونه، کل عمر دیده میتونه. هیچ وقت از من خوش بسیار خوب گپ است. این مردم که در این منطقه است، دیگه منطقه است، پیام گفتنی، این منطقه نام خدا چقدر مقبول شده؟ شکر الحمدلله، می سرکاک جور شده و منطقه مقبول است. یکم گروپایش هم شبانه چالان کنه دیگه، بسیار خوب مقبول خواهد شد. من دولت هم پیام ازم گروپایش چالان کنه دیگه جور است منطقه دیگه. یگان خار غریب هم مد نظر بگیره دمی روزا و مالیاتی گپاش زیاد است. یگان بیچاره خار غریب هم مد نظر بگیره، بیکاری زیاد است دیگه. اینی مشکلات است. اگر بگیم چقدر نالش میکنیم، اگر مشکلات مردم زیاد است امیر مد نظر بگیره. از هر چقدر پیسه داشته باشیم مشکلات هست. بله صاحب، بله صاحب مشکلات هست. مشکلات مسلمان هستن. به شک. تشکر. بخیر باشید. چای میخوردید؟ عزیزای بیننده، زندگی سراسرش مشکلات است. اجان اینی پرفه میگه. پرفه میگه. مردم وردک. این تو بگو. چرا؟ خودش میگه که من پرفه میگم چطور ایران مونده. چرا میگه خب؟ خواهد سوال کنی چرا؟ افهام تفهیم چی برو نفهمیدم. افهام تفهیم امیرم خرابی. نه پرف چی نمیگی؟ یک دیگر رو بفهمیم دیگه چی کنیم؟ نه مالی فهیم پایین میگی. چرا؟ یا فرید پرید میگی. پرید. اما دیگه پس نه. 100%. اینی اکرم استاد است. سلام علیکم. چیل دارین؟ بخیر هستین؟ صحت خوب است؟ بخیر هستین؟ ما کجاست؟ ما از میدان وردک هستیم. از میدان وردک. باز خو یک چیز شده که بعد ما فیو پیش شد دیگه. نه یا پرا چی نمیگن؟ پرا نمیگن. فهیم بگین اکرم استاد. فهیم میگه نمیگه. فهیم. چرا موضوع چی است؟ موضوع لالای محمد میگه مردم وردک هست که پیر فهم میگه نه ای گفتی ما همی فیر ما خدا مقبول شده منطقه. بله ما بسیار کوشش میکنیم که نظم و دیسیپلین یک ساحه برابر باشه. مردم چقدر کوشش میکنن، مردم که زندگی میکنن، شما کاربار. مردم هم هم کار است، کل مردم هم کار است. حالا خب کلگی همین کتابچه صفایی را که طویل میکنیم یعنی به می خاطر است که از طرف نایب انجام بر ما این تاکید میشه هر روز هفته یک بار جلسه دارن دیگه. خودم هم یک عضو جلسه هستم، نماینده از دکاندار هستم دیگه. کوشش میکنیم که پاکی و صفایی باشه و نمیمانیم. ما نمیاله تقریبا 13 دکان هستیم. ما از این 13 دکان تعهد گرفتیم که پیاده رو بند نمیکنی، به نظمی نمیکنی، مبلین و تیل و چیزها را در پیاده رو چرب نمیکنی دیگه. ما تعهد گرفتیم، ردنایه بردیم و ما پابند به اونمو هستیم ان شاء الله. خوب است که هستین. این منطقه سابقا که من دیده بودم بسیار زیاد خراب. بله سابق سرک هم خراب بود. الکس این جای خو ما فکر نکردم پیاده رو چیزا خو نبود، فقط همون سرک کونه بود. سرک کونه بود، پیاده رو جور شد. ما بسیار بدبختی را در اینجا دیدیم. اعتبار به خدا که موزا را میپوشیدن دکاندارا، باز سرک تیر میشد و سون تیل موتر منداختن دیگه. اون تالتا را من خودم تقریبا اینا 10 سال اینجا میشه، 7 سال اونجا، 17 سال من اینجا هستم دیگه. ما بسیار کوشش نمیمانیم، یعنی تو دکاندارا اینجا هستن که بی‌نظمی میکنن. برای 1 ساعت و 2 ساعت میمانیمش، بعد از اون ما میرم که بیاد پیاده رو ویلاکو بی‌نظمی نکو
چون این قدر ساحه را که ما مسئولیتش بگیرم، یک ساحه را یک برادر دیگه بگیره، ان شاء الله وطن جور میشه. با ما خوش هستیم، از نای 5 بسیار خوش هستیم، از پاکاریش خوش هستیم، از نظارتش خوش هستیم. یعنی هر هفته این جمعیت پرسان میکنه. یعنی ما بسیار خوش هستیم از کنترلشان است، پاکاریشان است، از مهمتر از کل چیز که نظارتشان است. یعنی امروز یک گپ برات میزنه که نمی کارتو نکو، صبح دیگه صبح باز میبینه. این نمیشه. ما خوش میشم. اگه ترکیه لایش کنه باز به نظر من تعقیب باید تو نبود. سابقه هم دیگه مشکلات زیاد بود. خوب است که حالا حل شده. تشکر بیادر، بخیر باشید. چیز خدمت دارم. خیر سلام علیکم. ما کدام بخش؟ دوزداران کابل. خوب. اجانا. وطندارای عزیز، تصویر بیننده باشید. دوباره برمیگردیم. ما هم امروز در منطقه خوشحالخان به چهارراهی سپین کلای آیسته آیسته میریم و میکنیم که نظریات مردم داشته باشیم. مردم بسیار خوش هستن امروز که منطقهشون نام خدا مقبول شده، زیبا شده و زیباتر شود. آیسته آیسته کم کم کوشش مردم هم باشه و خودتون دیدین که مردم میگه نظارت کنترل شاروالی نایه 5 بیشتر شده و ما خواهان هستیم که بیشتر شود تا مردم زندگی خوبتر و بهتر داشته باشه. تصویر بیننده باشه، بهتر گرزو. بازم میگم با نامش با چهرهش آشنا شاید باشین. اینی هم جوس المدینه. اینا حالا یک ذره غوغا کرده در این وقتا و مردم هم زیاد میسال علیکم. چاشتتان بخیر. خوب است ان شاء الله. صحت دارین؟ ما اون قسمت میایم سیستک. خوب است ان شاء الله حاجی صاحب. صحت دارین؟ فضل خداست بدرک. دریور است خودتون؟ بله اون تاکسی است. تاکسی. رنگ هم کردی وایسا. رنگ هم کردیم. رنگ کردیم مگم هیچ نتیجه نداد. شخصی ها کار میکنه و 42,000 روپیه ما رفته بدریش که هیچ کدام ولا از صبح تا به میل ولا که دسلاب کرده باشه. ولی گپا میاد در منطقه خوشحالخان است. بله. شیشنی المدینه. المدینه بله. المدینه را کلگی حالا میشناسه. والا این تو مشتری زیاد داره که کسب کارش نمیسته. اونجا رومال برگر هم است پویسر. مگه اون مشتری نداره مثل ازیکی. والا خوشحالخان این مشتری زیاد داره. زحمت میکشن، جنسیتش بالاتر است، نظافتش پاکتر است. منطقه خوشحالخان چطور است؟ خوشحالخان منطقه آرام است. مردمش مردم آرام هستند، مردم شهر نداره، مردم های مردم خوب هستند. مردم خوب هستند. نظافت چقدر مراتب میکنن؟ بله از ساحه بیبی پاک هستند. اونقدر نظر به جای دیگه این منطقه خودشون پاک نگاه میکنن و شاروالی هم فعال است. شاروالی شخصی است. یعنی پشت خانه میره، البته ماه 100 روپیه یا 1 یا 200 روپیه اون پاکت های خود میکشه در دان خانه خود میمانه. باز این شاروالی کراچی ها میایه اونم میوردارش میبره. خوب است دیگه این منطقه روز به روز مقبول. بله. میگم مردم پیسه دار زندگی میکنن اینجا. والا پیسه دار رفت پشت راه خود. رفت امریکا رفته و لندن رفته بیادری سیکو. والا وقتی نمیجا ما نمیجا استاد میشیم در وقتی جمهوریت نمیجا روزی 1000 1500 بچت کار میکنه. حال خدا راسی نه زمین ما برای میره و اونجا در دیوان بیگی میره در پی خدا میته بیادر که در پا از اینجا میته کوچنگی در پا از کوچنگی تا شهر میته بیادر در بسیار خلاص شد. او در او گپا خلاص شد. غریب شدم. یا توکل به خدا که پس دوباره بیا خدا مهربان است. مگم منطقه روز به روز مقبول شده میره. بله. همین نمیاست که منطقه مقبول شده. بله. شاروالی کار خود میکنه. شاروالی بازار هم بسیار به زحمت کشیده. در این منطقه سابق تقریبا از 14-15 سال پیش ما همیشه هستم. اگه سرک هنوز خامه بود که ما باید اینجا دکان داشتیم و همیشه زندگی میکردیم. شاروالی کار خود میکنه. اینمی درخت‌ها و اینمی چیزا کلش چیز میکنه. مردم هم قدش همکار است. تو نیست که تنها شاروالی باشه. مردم همکاری خود ما و شما هست که اینمی مردم همکاری میکنن که بازار خمیسوها رو پاک نگاه کردن. دکاندارا صحبتی دکان خود از جارو میکنه با یک خلطگک مندازه اینجا. بازو ما شاروالی روزه میایه.
هر روزه میایه باز اونمو را در کراچی گرد داره، در کراچی همی خاک و کاغذ و چیز داره. اویل المدینه کش با صوبکی که اول میایه اینمی بسته اینمی سرک اینجا را کلش جارو میکنه. بای مردم که دیگه مناطق زندگی میکنه با چی گفتن دارن که میتونستم شما والله تو راست که شهر ما خانه ماست. هر کس باید فکر کنه که بدر که اینمی تنها شاروالی نمیتونه. تنها شاروالی رسیدگی اونمو را که خود ما چیز پاک نکنیم شاروالی تنها نمیتونه ولی نمیتونه. به خدا مهربان است. خیر ببینید. تشکر برادر. خیر باشین. تشکر. آقای صاحب خوب است ان شاء الله. باش که خفه نشین نگویی که ولی خب بخیر باش. شکر سلامت باشی زنده باشی. خیر. دوستداران کابل وطندارای عزیز، چقدر مردم مهربان، چقدر مردم خوب در این منطقه زندگی میکنه. بود باش داره که باید در نظافت و پاکی شهر خود، منطقه خود کوشا باشیم. من که هر چقدر گپ بزنم باز میگم زیاد گپ میزنی، زیاد گپ نمیزنم. شما نظرات مردم رو ببیننده باشید. عزیزای بیننده خوش آمدید میگم شما را. در منطقه خوشحالخان قرار داریم، چهارراهی سپینکلای. شاید در برنامه ها دیده باشید کسایی که زندگی میکنه، کسایی که بود باش داشتن و فعلا شاید نباشه. این منطقه پاکتر، منظمتر است و مردم هم به کاروبار خود میپردازند. متگم پسیانی لالای گلم خوب است ان شاء الله؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ باش که یک ذره نزدیکتر بیایم. چی میفروشی؟ این پانیپوری گلکپه است لالم. گلکپه؟ بله. گلکپه چیز هندی پاکستانی؟ هندی و پاکستانی است. هم در هند است هم در پاکستان است. باز همون پاکستانی ها وارد جور میشه میاد نه؟ نه والا خوبش است. مردم خوش میکنن. چکنیش هم تون داریم هم ترش داریم. کدام مردم انتخاب میکنه، استفاده میکنه مردم؟ والا از در طبقه میخوره ده. خوشکلگی میاد تون ترش است. استور است بازار کاربار. والا خوب است، شکر است ده. میشه. شکر است. یک موقعیت هم گرفتی که تو موقعیت بسیار لوکس. والا خوب است دیگه فعلا. چرا اسپینکلای است، خوشحالخان است ده. خوشحالخان از نامش معلوم است دیگه. ده. مردم پیسه دار زندگی میکنن. والا دیگه کلگی شرایطش خراب است دیگه. چرا؟ ماشین دیگه. کاروبارا پیسه کم گم شده دیگه. بیا توکل به خدا که کاروبارت شوه. زنده باشید. مکتب خلاص کردیم دیگه ادامه ندادیم تا فعلا. یا خیر باشه. اینا توکل به خدا. با قدم ما خوب بود مگه استاد پیش گرفت دیگه. دانه چند است رقم است باز؟ این دانه 5 روپیه خوراکش 50 روپیه 10 دانه داره. 10 دانه. بله. داخلش پر است چه رقم است؟ این خالی نه خالی می باشه بینش ما اینجا پر میکنیم کچلو نخود میندازیم باز کنیم درخم طعم داره تند ترش. بخیر سلامت شکر. بخیر باش. زنده باش. اینی هم ده احمد شاه عبدالی خصوصی عالی لیست. اما دیگه پس یا نه؟ خوب است ان شاء الله؟ جان تنجور است؟ میگه شما پیسه دار هستین؟ نه والا نه. نیستین؟ نه. پیسه است چی شد؟ پیسه کی شد؟ پیسه دیگه رفته پیش طالبا رفته دیگه. پیش از رفته؟ پیش از رفته. نام چی است؟ نام جلال است. جلال. جلال جان می دکان از خود است؟ بله باش. شکر که در منطقه یک دکان داری. بله شکر زنده باش. چقدر سرمایه گذاری کردی؟ والا معلوم نیست دیگه لالا. میبینم زیاد. والا زیاد است. شکر خداوند که نقدر سرمایه داری و کاروبار میکنی. بله. میشه کاروبارت نمیشه. خوب است بد نیست دیگه میشه. موقع پیدا کنیم. والا چی کنیم دیگه؟ رامیزی از خود است. از خود شکر. زمین هم شما است. او بعد در خونیم اصلی منطقه پولدارا که میگن این پولدار است. بگو شکر است. بله که نه نیست بگو است. پیدا کردیم بگو. نه مال خداست از ما خو نیست بیادر. از مال خداست از ما خو بیادر فهمید چی بگم که دمال. لالایت از بیادر است. این بیادرم است دیگه. خوب است. همیشه یک جای میباشی. بخیر همیشه یک جای هستیم. هستیم یک 4-5 نفر هستیم. قدر کلان است. شکر. همه چیز باشه. بازی مردم گشتگزارشان چه رقم است؟ منطقه یک ذره پاکتر منظمتر هم است. و یک چیزی است که دست یک 4 سال میشه می سرک از جور شده که قسمت دیگه اون وقت پیش بود دیگه سرک‌ها یک ذره خراب بود بازم میاره ترکا جور کرد خیلی ترکا جور کرد خیلی منظم جور کرد ایره دیگه بسیار منظم بود
خودتان میبینین دیگه. یک سرک است که دیگه بسته کابل نام داره دیگه سرکایش خیلی بالاست، عمل خود لوکس و گلدانایش مکمل چیزایش منظم جور شده، با سطح اروپا جور شده دیگه. این باز نگوین، این خودش گفته که ترکا جور کرده و به سطح اروپا جور شده. آفرین. بله. باید مردم یک ذره منظم نگاه کنه. شاروالی باید فهمید، یک شاروالی هم با چی نیست، باید مردم باید فهمید کمک کنه قدم از این مرد. ما باید گروپای شفاعت گروپ ها را فعال کنه شوانه اگر این منطقه قد چراغان است که به گروپ ضرورت نداره. نه خب بغیر از اون فهمید باید ضرورت به گروپ داره، چون شوانه گروپ باید چالان باشه دیگه. توکل به خدا. می جوانات چی کدام پیام باشه؟ پیام گفتنی ما اینمی است که بخیر نمی وطن ما جور شود، بخیر یعنی وطن ما جور شود، از این حالت برایم که مردم به والا توال نه بخیر توال پختم نکردیم، از خانه میاره لالا. از خانه میاره. مزه میتی از بازار؟ از خانه مزه میتی، پاکتر است لالا. خانه یک ذره خانه چی زیاد میخوری؟ لوبیا میخوریم دیگه، چیز هر چی لوبیا باز زیاد خوش داریم. ما مزه خاص خود دارم. زنده باشی. بخیر باش. چای میخوریم. بخیر باش. شکر. وطندارای عزیز، ان شاءالله که از برنامه امروز خوشتون آمده باشه. امروز در منطقه خوشحالخان قرار داریم، در چهارراهی اسپینکلای، جایی که زیباترین سرک ها با استانداردهای جهانی. ایره من نمیگم، ایره مردم میگه که باز نگویی که والا رقیب گفته. میگه ترکا ساخته این سرک ها را و به سطح اروپا ساخته، بالاتر از اروپا ساخته، مقبولتر شده، زیباتر شده. ان شاءالله که از برنامه‌های ما همیشه لذت ببرید، خوشتان بیاید. کدام سوژه داشته باشید در کامنت شریک بسازید، با کدام منطقه که شما میخواهید ما بریم در منطقه یک گزارش مزه‌دارتر داشته باشیم، سوژه را یا شما انتخاب کنید یا ما انتخاب میکنیم. به هر صورتش تا برنامه بعد که باز هم رقیب و رفیق در خدمت شما خوبان از دریچه زیبای دوستداران کابل قرار میگیره. شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم. یش هستن افغانستان، تل دیوی افغانستان، زنده باد افغانستان.